الله میگه ای مردم، ای مسلمان ها، به خود بیایید، از خواب غفلت بیدار شوید. قیامت آمدنی هست، مرگ آمدنی هست. شما به سوی الله سبحانه و تعالی باز میگردید، به محضر رب العزت و الجلال باید اونجا جواب بگویید از تمام عمل کرده زندگی دنیای شما. الله شما میپرسد ای مسلمان، تا کی در مسیر غفلت، تا کی در مسیر گناه، تا کی در مسیر خیانت، تا کی در مسیر نافرمانی رب العزت و الجلال حرکت میکنی؟ الله در انتظار بازگشت ما تو است. اللهی که به ما تو نیاز ندارد، به ما تو ضرورت ندارد. ما تو سراپا محتاج نیازمند الله هستیم. الله میگه قیامت را فراموش نکنید، قیامت روز است که مادر مهربان شیرده طفل آغوش خود را، جگرگوشه خود را فراموش میکند. زنی که حمل دارد زد میکند. مردم را حیران و سرگردان در میدان محشر میبینی.